دوران عزیز 12 نوامبر سال 2024 قرار دارم در شهر حصار یک کار آمده یک زمینی پیاز کشیدگی رو دیدم کشته شدگی رو و پیازها نهایت غوث کلان شدن این علاقه پیاز برای خوردنی نه من سر همزمان فهمیدم که این خوردنی نه بعد شوقم اومد و پرسیدم از صاحب خانه این پیاز برای تخمی بوده است 2 ماه پیش شنوندگان پیاز تخمی پیشپزک است مایسکی میگویند ماه ایون تخمش تیار میشده است تخمش رو نمیدونم لیکن نگفتن خارجی البته باشد یک تا سوال همینجا شما یک دانه شنوندید همینجا 3 تا برآمده است 3 تا 4 تا یک دانه سیلیکون ده هم 3 دانه 4 دانه میکنه همین 3 4 کوسیک میکند دیدید هم دیوران عزیز من همین یک دانش 3 4 بوته برآمدگی هر یک تا همین یکتگی گل میکند و تخم میتید تخمش رو کی جمع میکنید ماه ایون تخمش رو ماه ایون جمع میکنن میفروشید یا برای خودتون نه فروش برای فروش خودم برای فروش تخمی دارید خانه بید من تلفنتون رو مونم نمره ما من نمرتون رو میگیرم بالا این رکلام میمونم تخمی کدام زاد دارید تخمی مایسکی پیشپزک ولی کاریدا ممکن می ولی اوجه دیر شد انا هم دوران عزیز تخمی مایسکی پیشپزک اینا توزه می توزه نرخش چند پولی 300 کیلوش 300 سوم این همینجا چند ساعتی کاریدگی شما شنوندگی پیازک کاریدگی تقریبا 2 ساعتی است 3 ساعتی 4 ساعتی 6 تا یا 6 یا 6 نیم 6 نیم ساعتی چند کیلومتر خود خواهد تازه یا 70 کیلو 65 70 نمیتونه 70 کیلومتر 6 نیم ساعتی خود 70 کیلو میگیرد 300 نباید 200 فروشد اینو بینید آدم‌ها مهنت میکنند عقلانه مهنت میکنند فکر کرده مهنت میکنند و صاحب پول میشوند شما این خیلی اگه مهاجرت مهنتی یگان جو نمیرید نه همینجا میوبید پولا همینجا میوبیم پولا مهنت میکنید بو به غرض پیاز چیکار رو میکنید سودا دوازا سودا اصلا هم سودا هم بریم بزرگ رحمت بشو انا هم دوران عزیز من این بچه از 6 سوتیق زمین الان ببینید که چقدر پول میوبد آشود مهنتش رو بینیم در پناه خدا باشید نامتون چی شما که؟ عظمت جمعه دست شما خوب